آموزش پرورش قوم بچه‌ها رو بردن داخل، تهدید کردن که برن. دخترها رو جدا کردن، پسرها رو جدا کردن، بچه‌ها رو تهدید کردن که برن خونه. امروز 16 خرداد خبرهایی از چند شهر ایران منتشر شده که نشان می‌دهد دانش آموزان در اعتراض به وضعیت کنکور و تأثیر قطعی معدل دست به تجمع زدند. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده، این تجمع‌ها فقط محدود به تهران نبوده و در شهرهایی مثل شیراز، خرم‌آباد، کرمانشاه، تبریز، مشهد، کرج و چند شهر دیگر هم دانش آموزان مقابل مراکز آموزشی یا در خیابان جمع شدن و اعتراض خودشون رو نشون دادن. اما سوال اصلی اینجاست: چرا دانش آموزا به خیابون اومدن؟ ماجرا برمیگرده به موضوعی که مدت هاست ذهن خیلی از خانواده ها و دانش آموزان کنکوری رو درگیر کرده، یعنی تأثیر قطعی معدل در کنکور. دانش آموزان میگویند وقتی معدل و نمره امتحانات نهایی آن هم به شکل قطعی روی نتیجه کنکور اثر میگذارد، دیگر رقابت فقط در جلسه کنکور نیست. یعنی یک دانش آموز ممکنه به خاطر چند نمره، به خاطر شرایط مدرسه یا به خاطر کیفیت آموزش یا حتی به خاطر استرس امتحانات نهایی آینده تحصیلیش تحت تاثیر قرار بگیره. خیلی‌ها میگن این تصمیم شاید روی کاغذ برای عدالت آموزشی گرفته شده باشه، اما در عمل میتونه نتیجه برعکس به دانش آموز بده، چون همه دانش آموزا در یک شرایط درس نمیخونن. یک نفر در مدرسه خوب درس میخونه با معلم خصوصی، امکانات کامل و کلاس‌های کنکور و هزینه‌های بالاتر، و یک نفر دیگر هم در شهری کوچکتر یا مدرسه ضعیفتر با امکاناتی بسیار کمتر. حالا سوال دانش آموزان دقیقاً اینجاست: آیا واقعاً عادلانه است که نمره امتحانات نهایی برای همه با یک وزن سنگین حساب شه، در حالی که شرایط آموزشی برای همه یکسان نیستش؟ در بعضی از ویدیوها و گزارش‌ها دانش آموزان شعارهای مثل عدالت رو ندیدیم، وعده زیاد شنیدیم سر دادن و خیلی هم گفتن نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. این شعارها نشان میده اعتراض فقط به یک عدد یا یک قانون ساده نیست. پشت پرده این اعتراض ترس از آینده دانش آموزان وجود دارد. ترس از اینکه چند تصمیم اداری بتونه مسیر زندگی هزاران دانش آموز رو عوض کنه. برای خیلی از خانواده ها کنکور فقط یک امتحان نیست. کنکور یعنی امید به دانشگاه بهتر، آینده شغلی بهتر، مهاجرت، استقلال و حتی تغییر مسیر زندگی. حالا وقتی دانش آموز احساس میکنه قوانین هر سال تغییر میکنه یا تصمیم‌ها بدون توجه به فشار روانی بچه‌ها گرفته میشه، طبیعی هستش که واکنششون بده. دانش آموز داد بزن، حق تو فریاد بزن. دانش آموز داد بزن، حق تو فریاد بزن. دانش آموز می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. من چی میگه فلانی پشت منم پشتشم. بچه بودی کدوم هم نمره میشد از طرف دیگه مسئولان معمولا میگن تأثیر معدل برای کاهش فشار کنکور و افزایش اهمیت مدرسه است. یعنی دانش آموز فقط برای یک روز کنکور درس نمیخونه، بلکه کل سال تحصیلی را باید جدی بگیره. اما منتقدان میگویند مشکل اینجاست که وقتی زیرساخت‌ها برابر نیست، وقتی کیفیت مدارس یکسان نیست، وقتی حتی تصحیح امتحانات نهایی میتونه محل بحث باشه، چطور میشه این نمرات را با چنین وزن بالایی وارد سرنوشت کنکور کرد؟ اینجاست که اعتراض دانش آموزان شکل سیاسی یا امنیتی نداره، ریشش کاملا آموزشی و اجتماعی است. بچه‌ها میگن ما آینده را میخوایم، میگن ما نمیخوایم قربانی تصمیمایی بشیم که پشت درهای بسته گرفته شده. نکته مهم دیگر اینجاست که این اعتراضها از طرف قشری اتفاق افتاده که معمولاً
صداش کمتر شنیده میشه. دانش آموزان کسانی هستند که هنوز وارد دانشگاه و بازار کار نشدن، اما همین حالا با یکی از بزرگترین بحران‌های زندگی خودشون متاسفانه روبرو شدن. حالا باید دید واکنش مسئولان چه خواهد بود. آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش یا سازمان سنجش حاضر میشن دوباره این تصمیم رو بررسی کنن، یا باز هم میگن قانون همین هستش که هست و تغییری در کار نیست؟ چیزی که مشخص هستش این اعتراض‌ها نشان میده که مسئله کنکور و معدل فقط یک بحث آموزشی ساده نیست. این موضوع حالا تبدیل شده به یک دغدغه عمومی برای دانش آموزا، خانواده‌ها و حتی معلم‌ها. و در نهایت سوال اصلی اینه: آیا تأثیر قطعی معدل واقعاً به عدالت آموزشی کمک میکنه یا خیر، یا فقط فشار بیشتری روی دانش آموزا میذاره که همین حالا هم زیر بار استرس کنکور، امتحان نهایی، آینده نامعلوم و فشار خانواده هستند. کانال سابسکرایب داشته باشید تا جدیدترین خبرها رو از دست ندید. به کانال خبری و تحلیلی بدون سانسور خوش آمدید. اینجا جایی است که واقعیت بدون فیلتر به گوش شما میرسد. تحلیل هایی بی پرده، گزارش هایی که در رسانه های رسمی نمی بینید و صداهایی که سانسور نمی شوند. ما با شما هستیم، در کنار شما برای گفتن آنچه ناگفته مانده. اگر دنبال حقیقت هستید، همین حالا روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله را فعال کنید. این تازه شروع ماست و اینجا هیچ چیز سانسور نمی شود.